اولات موسیقی در همین 4 مذهب اهل سنت و جماعت مذمومه ای، یعنی مذمت شده ای، با استثنای چند نفر مقصد که حتی بعضی را اهل تساهل هم گفتن به خاطر همین اجازه ها و رخصت های وسیعی که دادن. اصلا دلیل بر حرمت اولات موسیقی اولا آیه قرآن است. در سوره لقمان والله اعلم آیه 6 خداوند متعال تاکید کرده است که ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ولهم عذاب مهین. میخیره بعضی از مردم لهو الحدیث خریداری میکنند به خاطر گمراه ساختن مردم، به خاطر از راه حق منحرف ساختن. بالای اونا حتما عذاب بسیار دردناک میآید، یعنی ایشون رو عذاب دردناک انتظار است. شاه مفسرای قرآن حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن است. وقتی همین را میخوند میگفت که والله لهو الغنا، قسم به الله انمی اسباب موسیقی است. انم لهو الحدیثی که خدای تعالی گفته است همین میگه اولات موسیقی است. بله اگر چنده که در آیت صراحتا نآمده است، دلالتا است، اما وقتی که صحابی پیغمبر شاه مفسرای قرآن که میگیره تفسیرش میکنه دیگه چجوری گپ پای تو قسم حونسی خورده است که والله لهو الغنا، قسم به خدا میگه این غنا است، این آلت موسیقی است. بعدا در سنن امام نسائی که از روی صحت بعد صحیح بخاری و صحیح مسلم در جای سوم است، همین سنن امام نسائی، یعنی از روی حدیث های ضعیف از تمام این سنت های دیگه فرق میکنه، بالاتر نیست اگر مجموعا بگیری از قلت ضعفش. در سنن نسائی روایتی نافع اومده است. نافع مولای حضرت عبدالله ابن عمر میگه بار همراه حضرت عبدالله ابن عمر میرفتیم در راه که صدای نهی به گوش ما رسید. میگه با 2 انگشتش هم تا گوشوش جقید، با 2 انگشت گوشو را گرفت. خیلی مسافه رفتیم با وجود همون میگه دورشیدن مونم گفت که کنیگه که گوش که مقصد صدا خلاص شده است، قطع شدگیه. من میگه من گوشو باز کردم، گفتم بله قطع شد. من میگه دستوش های گوشوش گرفت و گفت رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یصنع هکذا، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم که همین کارا میکرد. همین خاطر محققا خاصتا در مذهب ما، اگه دیگه مذهب ما قبل هست و خیر انا میگن که اولات موسیقی لهو و لعب مقصد که درست نیست، حرام است، به استثنای اولات ضربوی اودرنی اینسترومنت. همین اودرنی اینسترومنت استثناء است. خواه تولک باشه، خواه دایره باشه، خواه دبل باشه، خواه برابن باشه، اگر به شرطی که مقصد که همین فقط همین استفاده شوند رخصت است در شریعت. همون هم به شرطی که مردها با مردها باشند، زنها با زنها باشند. یگان توی معرکه یا توی جشن مراسمی اگر ایدانه باشه، همین کار اگر به شرط حجبا بیه مرحمت. دلیل هایی که شخصایی که میگن مباح است میارن کو یگان تجده اومدگی نیست که مثلا این همین اولات موسیقی فرض کردیم سترونی یا که دخوای اجازت باشه طریق هم نیست. مثلا همین امام غزالی در میان علما اهل سنت و جماعت اما شخصی که بیعت مقصد پشتیبانی میکنه یوسف خزایی را بعد میاریم. مقصد که امام غزالی است، همون روایاتی که امام غزالی میاره از جمله همون چیزی که در صحیح بخاری اومده است که بار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد، حضرت خواب دست روز عید بده، دید دخترک از مردم انصار که خدمت بی عایشه را میکردن همون دایره زده نظم سرایی میکردن، چیزی میخوندن. وقتی ابوبکر صدیق اومد گفت در حجره پیغمبر مزمار شیاطین میزنه، مزمار همین کلمه مزمار هم خیلی پیغمبر بود از نغمه شیطانی میکنه. حضرت بیدار بود از گفت یا ابوبکر کردار شونش هر قوم به خودش عید دارن، امروز عید ما مسلمان ها بگذار خرسندی کنن. یکون جو نه اومده است که او اکاردیون میزده باشن یا دو تور میزده باشن، نه اومده است این چیز.
همون دویره میزدن همین خاطر دویره رخصت های همین هم با هم قصاقگیری میکنن در مذهب که میگن به شرط با شلشله نداشته باشه او گردش در اوهن نکوش جر جر اون تریش نباشه دویره به شلشله یکی اونم روایته که بیبی عایشه روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم باری صدام کرد که بیا تماشا که در مسجد نبوی زنگی ها اومدن حبشی ها مردم افیوپیا مثلا یک ایده از چیزو مسلمان داری انا همونجا رقص کردش یعنی رقص های جنگی دوران که دستشون دراتیک میگیرن همون نیزچه و درین پریده رقص میکنن همون رو میگن تماشا کردن همون رو اجازه داده است امام غزالی میگه که اگر قطعا که من میشید پیغمبر خدا چرا بیبی عایشه رو بیا تماشا کن هیچ شک شبهه نیست تو با امروز همون قوم برابنچه دوران خیلی تبلکچهک همون را میزنن او یگون اولوتی موسیقی سترونی ندارن یگون تا دخوایی ندارن همین خاطر مثلا اون دلیلایی که میارن میخوان همون را استناد کنن همش دلالت به اون میکنن که اودرن اینسترومنت بدین بله اودرن اینسترومنت رخصت میره کسی ما نمیکنه به شرط مردها با مردها باشن زنها با زنها باشن اگر منتها یوسف قرضاوی همین مسئله را در کتاب حلال و حرام بسیار سهلانگارانه گرفت سبکی بد گرفت اگر گفت شعر معنی خوب داشته باشه آدم به سوی خدا سوق بتر رخصت یا میگه پایی که آورده است گفت بسیاری از شیخ‌های ازهر مدرسای همه ازهر که خود امام قرضاوی ختم کرده همون ازهر است به خاطر همین فتوای دودگیش میگن این اهل تساهل است تساهل اهل تساهل شخصایی را میگن که سهلانگاری میکنن نسبت مسائل شریعت یعنی مسئله را بسیار اندک گمان میکنن اندک میگیرن مثل اهل تساهل مقصدی یک صفتی خوب نیست صفتی مذمومه است من همین با گوش خودم شنیدم بعضیوش میگن که اهل تساهل یوسف قرضاوی اصل بگیری بعد بپرسیش که با چه خاطر اهل تساهل اول دلیل میگن نمیای که مقصد این مسئله چیزای اجازه داد موسیقی را مطلقاً رخصت داد ثانیاً بعد همین مسئله ذبیحه اهل کتاب همیدن بسیار سهلانگاری کرده همین خاطر مقصد این دلیل نمیشه این دلیل شده نمیتونه اما اولاد موسیقی در 4 مذهب معنی فقط در مذهب ما نه فقط اون دف یا بچی باشه دف زنها با زنها مردها دف دبل تبلک میگن که برابن همین چیزایی فقط زنها با زنها مردها با بله اومخته نباشن یا جویا باشن این هم یا جویا که باشن اگر به تبل هم که باید بخونن درست نیست یا جویا که باشن به تبل هم درست نیست با تراشه هم درست نیست علی شیر گفت که حضرت پس بخون خاطر علی شیر خداوند ادب چون دعا حضرت خداوند بچه‌ها را حفظ کنه و پروردگار مایل محبت استقامت شونه در بندگی و در شریعت بازم مستحکم تر بگردونه و پروردگار ما و شما را هم از فتنه ها و فساد ها و حرام ها حفظ کنه و پروردگار مسلمان زیستن و مسلمان مردن و فردا روز قیامت همراه مؤمنان محشور گشتن برای ما نصیب کنه.